برای اینکه خاطرات تلخ زمان گذشته دیگر آزارش ندهد ترک شهر و منطقه نموده و اینجا را برای بود و باش انتخاب کرده است. از سیمایش معلوم است که فقط زمان دردهایش تغییر کرده، اما آن زخمها در سینه او تازه تر از دیروزش است که تا تار و پودش رخ نکرده است. بلی او روگل نام دارد، زنی که بهار زندگیش اندک و فصل خزانش بی پایان بود. ولی روگل مادر است که زندگی 5 دلبندش را در یک لحظه از دست داده و اجساد بی جانشان را نعش زمین یافت. او در لابلای این اشک و درد کودکان معصومش را به یاد می آورد، وقتی که آنها از وحشت جنگ پا به فرار نهاده بودند. که با این رقم سر ما سختی آمده. وقت زندگی ما خوب بود، آرام بودم که مردم ما کمک میکردم، حالا ما خودم به احتیاج کمک شدیم. دیگه 5 تا اشتکا آمده، روسیه شوروی کشت 5 تا اشتکا آمده که 3 تا بچه و 2 تا دختر. اموت راکت بارانی شد، انداخت میکردن، راکت میزد، داشکه میزد، توپ میزد، دیوالا چپا شد، خانه چپا شد که جای میرفتیم کلا میدویدن، از پیش ما میگریختن. یک وقت میشه که را میریم در طرف کڑو که کسی تو سعی کنه ضربه میکنه، که سعی کنه ضربه میکنه، از سر تا آدم پس میکنه و که سعی میکرد که اون ضربه میکرد. بسیار مخلوق شهید شد، با میلیون مخلوق شهید شد. در این ما مردم یک چکاو میکشید او خوردن نمیتونستیم. اشتکا که شهید شد کل مردم جمع شد که شوروی برطرف شد، رفتن مخلوق جمع شد که جنگ نکنن. بس که دوره شدن که فلانی شهید شد، فلانی اشتکش نیست، از یکی از دیگه خبر نمیشیدیم، روی مار نمیمان که دور میدادیم، میرفتیم بر روی خود. یک وقتی که شوروی رفتن از منطقه دیگه بعد کل مردم که پیدا بود دیگه بر مرده خود میآمد. این رقم شهید شد، مخلوقات خیلی که گفته شده بود. اگر دستش زده بود سرش خار بود، اگر دلش زده بود دلش خار بود. اولاد به شکل دیدم که خونهشان رایی افتادن، گوشتش شناخته میشن، نچیز چشمکهشان از روی شناختیم، خلاص دیگه نشناختیم. 5 تا 2 تا بچه او 3 تا بچه 2 تا دختر جمع کردیم دیگه از روی سرک دیگه خونه و گوشت گفته بود. مجبور بود برای تسلی خانواده‌اش اشک‌ها را پنهان نماید، اما بیخبر از این که جنگ او را نشان تیرهای بیرحمانه خود قرار داده بود. شوهرم در وقت جنگ تنظیمی در میدان شهر در ولسوالی شهید شد. ولسوالی بمبار شد. شو که بمبار شد دیگه یکیم زنده نمانده بود، کل ولسوالی دیگه بمبار شد. و این روز بعد بود، 6 روز بعد بود که مردش آوردن، کسی نمیتونست رفته. ما در مچی بودیم، چهارآسیا، در چهارآسیا در این تو باز چهارگاوک میرفتیم میگریختیم، بس نه 4 تا 5 تا مردن آوردن. امروز که خانه نبودم با پرسان مریض رفته بودم که از اونجا میبرم دیگه، میگه که ولسوالی بمبار شده او کل مردم شهید شده، تابوتا رسید. بیچه که میان نامهشان دیگه خونه دواز نکرد سرشان، اما نامهشان نمشته کرده بود که پلانی 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 شهید شده. انارگل داد محمد مثال اینا ایدگار چیز تابوتایشان نمشته کرده بود. دیگه ما به جان خود نفهمیدیم، ذوب شدیم. دیگه حالا که نام شهید میشه جای کدام جای دلم ذوب میشه. این حالا اینی روز اینی بای قلبی اصحاب سیکو، غم بازار سیکو، قلبی را سیکو، گرده و میزه را سیکو. نیست دلم هستم نمیفهمم، ده هیچی دلم روگل دلبندان باقی مانده اش را به مشکل بزرگ کرد تا اگر روز بر زمین دل آتش گرفته مادر آب بریزند
ولی جنگ هر بار درب خانه او را محکمتر از قبل می‌کوبد و از وی قربانی می‌طلبد. روگل با 2 دختر و 1 پسر معیوبش که به خاطر دیدن و لمس کردن هیولای جنگ و تکالیف روانی دچار گردیده بودند، در انتظار عید و یگانه فرزنده که از تمامی حاصلش سالم مانده بود و سر میبرند که ناگهان درب منزل به صدا می آید و فرزنده رفتهش می آید، اما نه آن دوره که رفته بود. بعد از شوهرم دیگه اولادای خوار زار شدیم دیگه. خدا بالای سر مستر جا رفتیم، نو کنر ما آوردیم دوختیم برشان، گالاشوییم کردیم، لیاپم دوختیم. حال نمیتانم، حال دیگه کمرم مایده شده. بچیم خود کراچیوانی میکرد، باز همسایه ما پغمان بود مامان، او بیچاره در موتر غزنی دیگه میلبوستا نگران کرد. 2 تا پرف سیم دفعه که آمد دم یارغندی شهید قربان بود، جنگ چسبید، زیاد مردم دم شهید شد، دم یارغندی شهید شد. این شهید قربان شهیده که آمد من پرسان کردم، گفتم تو تابوتا رئیس گیران میکردم. این بچه گفت میگه تو گیران و مرده دیگه کسی میکنی، بچه خودت شهید شد ولی گل. تی تو گفت یا که تفا دیگه نتن بچه برای روزگارم نفهمید. بودی شد تابوتا دا بچه شواد شهید قربان. یه سریش کسی بود روزگارم نگالی خراب از بیفی دیگه. این بچه که یک بچه من این بچه که خود بود درازی بچه که باشه این خواه بود کوچه زده میشه، کوچه که زده میشه من سرس نمیبرم. مردم وقت آوازه بود که بیوارم نکام میکنه. بعض مبرش میگم بگو نام خدا بگو، نام تو چیز نامد. گفت که میگم من صاحب موتر هستم، میلبوس آوردیم ولی گل یکم تکلیف داره، یکم تکلیف داره. دوا برش گرفتم صبح بخیر که خوب شد. باز دیگه میریم دوا برش گرفتم آوردیم شکل مریض است نمیریم غزنی، صبح بخیر میریم. این بچه برحمت دروازه رو واکد، گفتم تلا کو بگو دروازه رو که لاکد میمونه که تابوته که دیدی بچه دیگه این روزی نمیتون شده کس میگه این مخورد که علی اصابش خراب شده. این تو زندگی ما بیال بی روز شده این زندگی ما دیگه زندگی رو چه کنم؟ از این زندگی که کس میگه امینه برای من نمیشد شید، خودم شهید میشدم. من چی میگم؟ روگل بین 2 سنگ آسیاب قرار دارد. از یک سو رنج تکالیف اولادهایش که حاضر به نشان دادنشان نشدند، از سوی دیگر بیچارگی روزگار که وی خود را در آن ذره ذره می‌یابد. روزگار حالات ما بعد از این دسته یه نم خودم گل میکنم، نه خودم میبینید دیدی خودم گل میکنم، خودم خاک میزنم، خودم هر چیز سر خودم این روزگار مسیحی حالاتم. یه زندگی گندگی سیگه. اگر دست مشور خورد دانه مشور میخور، اگر دست مشور نخورد هیچ حالا هیچم نمیتونم. یعنی کمر ما بسته نه بچه علت است، نه اعصاب است، نه قلبی مرض با ما افتاد، معده با ما افتاد، تکلیف گرده با ما افتاد. نه او این سری اشتک، این اشتک است، این اشتک شدیدی، این اشتک که شد میزنه، گپ زده کدیش نمیشه، اشتک میزنه، مارا میزنه، خوارا میزنه، خوارا میتونه تکلیف اعصاب تکلیف بر کلش افتاد. این تا دختر ما افتاد، بر ما من افتاد. این روزگار مسکن زنده است میگردم. نه این غم بعد رسه کو، این غم بعد رسه، یا چی میشه؟
این حالات ما که روز روزگار ما خوب میشه به حالات میشه.